و من هم خودم واقعا توی زندگی شخصیم بارها و بارها قبل از این فیلم منتقد بودم به این که اصلا ما چرا داریم به این کشور رو کمک میکنیم، برای چی؟ منتقد نبودم، عصبانی بودم، واقعا عصبانی بودم. ما چرا داریم کمک میکنیم؟ مگه ما خودمون کم مسئله و مشکل و درد سر داریم توی این کشور که حالا مثلا. ولی میدونید مشاهده از نزدیک خیلی بر من تاثیر عجیبی داشت. وقتی رفتم سوریه یه اتفاقی که برام افتاد، به هر حال میدونیم همه ما که ما در واقع یه از چه کلمه استفاده کنم، یک انزوای سیاسی هم توی جهان داریم و خب این خیلی شرایطو سخت‌تر میکنه برای ما. بله به خاطر تحریم ها، به خاطر خیلی مسائل دیگه ما به در واقع توی دنیا همه در واقع جهان تلاش میکنن که ما دچار یک انزوای سیاسی بشیم و تا حد خیلی زیادی هم موفق بودن و یه سری کشورها هستن که حالا ما باشون یه ارتباط خوبی داریم. من و خیلی از اتفاقاتی که داره برای ما میفته، همین مسائل معیشتی و دلار و حالا هر چیز دیگه، خب تحت تاثیر همینا هستش دیگه. جهانه، ما نمیتونیم بگیم که من در کشور خودم میبندم هیچ آسیبی هم بهم نمیرسه. نه، هزاران آسیب میرسه و از همه مهمتر مردم باش درگیر میشن. ولی من وقتی رفتم سوریه و دیدم که ایرانی ها اینقدر اقتدار دارن اونجا و از فرودگاه تا حالا تمام اون جاهایی که ما میرفتیم، یعنی از در واقع سکانس یک ورودم به اون کشور تا سکانس پایانی خروجم، این اقتدار در واقع ایرانی ها رو که میدیدم، اقتدار همراه با احترام، این خیلی مهمه. نه اقتدار از روی ترس. آره، نه اقتدار از روی ترس، اقتدار و نفوذ از روی احترام. میدونید خیلی غرور داشت برای من و واقعا منی که انقدر قبلش عصبانی بودم خیلی حس خوبی داشتم بعدش.